سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یک ویدیوی خیلی جالب دیگر. یک ویدیو نسبتا طولانی بوده، بعضی تنظیمات بسیار مهمی می باشه. این ویدیو به کسایی می باشه که برای شما اگر آیفونتان مهم می باشه، میخواین چارج خوبتر داشته باشین و خدای نخواسته عکسایتان ناخواسته شبکه‌های اجتماعی اپلود نشه. پس ما خواهش میکنیم که ویدیو رو تا آخر مشاهده بکنین، یک گلاس چای بگیرین، قرار به خیال راحت سعی کنین. اولین تنظیماتی که ما شما عزیزان گل میبینین در قسمت بطری می باشه، در بخش تنظیمات خود آیفون آمده. چیزی که باید براتون بگویم، از آیفون 15 و بعد شما میتونین که این تنظیمات رو تعیین بکنین. هدف از این چیست؟ یعنی محدود ساختن چارج آیفون می باشه. مثلا شما میگین وقتی که آیفون من 90% الی 95% چارج گرفت، بعد از او دیگه چارج نگیره. این خود شرکت اپل هم پیشنهاد میکنه که شما این کار وقتی که انجام بدین، این سبب میشه که عمر بطری آیفون شما بیشتر و بیشتر شوه و در ضمن از او شما بتونین که چارج خوبتر در آیفون داشته باشین. عزیزان گل، وقتی که این تنظیمات رو شما میکنین، بعد از 24 ساعت شما میتونین دوباره این تغییر بدین، ولو که هر مثلا فیصدی رو درجه انتخاب میکنین. مثلا 95% ما درجه انتخاب کردم و بعد از او این ما شما تعیین میکنیم. بعد از او ما شما در قسمت امی ستینگ آیفون خود، این خصوصا به کسایی می باشه که از سیم کارت اینترنت دار استفاده میکنه. مثلا آخر ما نشده شما میبینید که اینترنتتون به زودترین فرصت خلاص میشه. کاری که میکنین در بخش امو وایس دیتا آمده، در اینجا ما شما یک گزینه به نام 5G داریم و یا شبکه 4G می باشه. خصوصا کسایی که مثلا در محلی که شما می باشین اینترنت شما اونقدر خوبتر و بهتر کار نمیته، کوشش بکنین که از گزینه LTE استفاده بکنین و یا از 3G استفاده بکنین. و اگر شما از شکل امو 5G آتو استفاده بکنین، یعنی همیشه موبایل شما ولو که صفحه آیفون شما گل هم باشه، همیشه تلاش میکنه تا سیگنال خوبی را داشته باشه و این کار سبب میشه که عزیزان گل زودترین فرصت چارج آیفون شما صفر میشه. پس من ترجیح میدم که شما این تنظیمات رو تعیین بکنین. در قسمت دیتا آمده، در اینجا هم شما میتونین که همین گزینه هایی که در اینجا وجود داره شکل استاندارد از رو انتخاب میکنین. خب اگر میخواین که خوبتر و بهتر اینترنت داشته باشین تا آخر ما، پس امو لو دیتا رو انتخاب بکنین یا گزینه آخریش شما انتخاب میکنین. با کردن این کار شما میتونین خوبتر و بهتر اینترنت داشته باشین که امو پکیج را که شما خریداری میکنید تا آخر ما براتون مانه. یک چیزی که دیگه مهم است به نام iCloud Drive و همچنان iCloud Backup، این دو گزینه را شما غیر فعال بکنین، به خاطر که شما نمیخواین که امی گزینه iCloud یا دیتا شما، معلومات شما از طریق سیم کارت صورت بگیره یا از استفاده از اینترنت سیم کارت. اگر شما مثلا وای فای داشته باشین، من ترجیح میدم که این کار را با وای فای خود انجام بدین، چون سرعتش هم سریع می باشه و اینترنت شما با مصرف نمیرسه. چیزی بسیار مهم و اساسی یا تنظیمات بسیار اساسی می باشه. یک سلسله دوستایی هستن که یک تعدادی هستن که بدون کدام هراس وقتی که مثلا در بازار شما میرین، یک وای فای میبینین، یک دم آیفون خود وصل میکنین. بسیار متوجه باشین عزیزان گل که این کار سبب شده میتونه که به زودترین فرصت آیفون شما هک شود. مثلا اگر شما حساب بانکی دارین، تصاویر دارین، عکس دارین، به زودترین فرصت هک میشه و او سبب شده میتونه که تصاویر شما خدای نخواسته در محضر عام قرار بگیره. پس جلوگیری از این که شما بتونین خوبتر و بهتر بکنین، بسیار دقت کنین تا وای فای که وصل میشین باید متوجه باشین. در قسمت اپ استور هم یک تنظیمات بسیار مهم می باشه. مثلا امو اپلیکیشن ها رو وقتی که ما شما دانلود میکنیم، یک گزینه به نام داریم به نام ویدیو آدیو پلی. یعنی کوشش بکنین که این گزینه را هم غیر فعال بکنین، به خاطر که ضرور نیست که در اپ استور شما ویدیوها را مشاهده بکنین و در ضمن از در قسمت ریتینگش این هم یک چیزی بسیار اضافی است. ضرور نیست که این را فعال بکنین، شما غیر فعال بکنین. این کار سبب میشه که شما خوبتر و بهتر آیفون خود کنترل داشته باشین و در ضمن از بهتر و خوبتر کار بکنین. عزیزان یک چیزی را که من یادآوری میکنم، این تنظیمات اگر شما انجام بدین، خب اگر سابسکرایب نمیکنین، کامنت نمیدین، شاید یک روز نه یک روز دعا بکنین که والا اموت یک وطندار بود که بعضی تنظیمات بسیار مهم میگفت. من خواهش میکنم که این تنظیمات جدی بگیرین، این تنظیمات انجام بدین در روی آیفون خود. اگر شما واقعا میخواین که آیفون خود خوبتر و بهتر استفاده بکنین و از امو
کارکردهایی که شما میکنین خوبتر و بهتر نتیجه بگیرین. در قسمت کمره یک سلسله تنظیمات می باشه. ویدیوهای بسیار مختلف ما در این مورد ساختیم در کانال یوتیوب ما، در تیک تاک ما، شما میتونین که را ببینین. در اینجا فقط یک تنظیمات ما غیر فعال میکنم. این کار سبب میشه که به طور مثال وقتی که شما امو خصوصیت شاتر فوتو میگه، اگر تصاویر سریع میگیرین این را شما غیر فعال بکنین، به خاطر که این کار سبب میشه که آیفون شما زود عکس میگیره ولیکن کیفیت عکس شما اونقدر خوبتر و بهتر نمی باشه. در بخش فرمت کوشش بکنین که امو گزینه های افیشنسی را انتخاب کنین و در اینجا امو پیکسل یا امو لنز مخصوص 24 ام بی را انتخاب بکنین. باز هم تاکید من این بوده که این نظر به آیفون ها فرق میکنه. مثلا شما اگر از آیفون های 15 پرو استفاده بکنین، 16 پرو استفاده بکنین، احتمال داره که تنظیماتش متفاوت تر باشه و یا فرق بکنه. بعد از اون ما شما یک سلسله خصوصیات دیگری داریم که مثلا روزانه شما با این سر و کار دارین. مثلا وقتی که نوشته میگیرین آیفون شما یا امی کیبورد شما یک آواز داره و در ضمن از یک حرکت داره. اگر ضروری نباشه عزیزان گل، اگر شما نیاز نداشته باشین، کوشش بکنین که این دو گزینه را غیر فعال بکنین. من همون گزینه هپتیک فعال کردم، یعنی وقتی که شما نوشته میگین امی پشت آیفون شما یک قسم لرزگک داره. من میخوایم که این باشه به خاطر از اینکه من بفهمم که چی نوشته میکنم. و بعد از اون شما در قسمت نوتیفیکیشن آمده، این تنظیمات کلش در بخش ستینگ آیفون میباشه عزیزان گل. شما شاید من در اینجا به شکل سریعتر نسبتا بیان بکنم، میشه ویدیو رو پاس بکنین و بعد از اسکرین شات بگیرین و بعد از بار بار این را مشاهده بکنین تا بتونید که بهترین تنظیمات را در آیفون خود داشته باشین. یک خصوصیت دیگه در قسمت پرایوسی سکیوریتی می باشه، یک بخش بسیار مهم می باشه عزیزان گل. ما در این مورد هم ویدیوهای بسیار زیاد ساختیم. یک قسمتی داریم ما شما به نام ترکینگ یا ردیابی می باشه. اپلیکیشن، مثلا شما اپلیکیشن های متفاوت در آیفون خود استفاده میکنین. این اپلیکیشن ها در ضمن از اینکه مثلا شما استفاده میکنین، یک خصوصیت دیگری هم داره که یا یک نواقصی داره که امی تمام داده های شما را ردیابی میکنه. مثلا در هر محلی که شما باشین محلتان را شناسایی میکنه و مطابق امو کارکرد و پیشنهادات براتون میده. خلاصه گپ ما براتون بگویم این یک بار غیر فعال میکنین. ما خودم ضرورت ندارم، میخوایم که غیر فعال بکنم. اگر شما ضرورت داشته باشین باز هم تأکیدی بوده که فقط بعضی پروگرام ها را فعال بکنین. یک چیزی بسیار مهمه دیگه در بخش فوتو می باشه. این روز شاید شما خبر نباشین که عکسایتان در تیک تاک دانلود شده. از این خبر نیستین عزیزان گل. در این قسمت این بسیار مهم می باشه. در تنظیمات خود آیفون آمده، در بخش اپ استور ببخشید در بخش اپ آمده، در بخش فوتو این پروگرامایی می باشه که دسترسی به کامره شما، دسترسی به تمام تصاویر و عکس‌هایتان داره. من نیاز ندارم مثلا فیسبوک می باشه، مسنجر می باشه، تیک تاک می باشه. من در یک جای خواندم که اگر شما امی فول اکسس فعال بکنین در پروگرام تیک تاک، چون پروگرام تیک تاک بسیار مهم و سریع می باشه، تمام عکس‌ها خود به خود در سرور خود تیک تاک اپلود میشه، به خاطر که روند اپلود سریعتر صورت بگیره. به خاطر از اگر جلوگیری بکنین پس ایره باید کوشش بکنین که غیر فعال بکنین. بعد از او در قسمت امی پرایوسی و سکیوریتی چند بخش دیگه داریم، مثلا به نام انالیتیک ایمپروومنت است. مثلا بعضی چیزهایی است که اصلا نیاز ندارم مثلا شما نظر میتین، پیشنهادات میتین، یا به طور مثال بعضی از اعلاناتی است که مرتبط به خود امی شرکت اپل می باشه و این کار سبب میشه که آیفون شما زود چارج از بین ببره و در ضمن از او هیچ اصلا شما خبر نیستین آیفون شما در عقب بسیار کارهای دیگر انجام میده. در قسمت اپ پرایوسی سکیوریتی ای هم بسیار مهم می باشه. من پیشتر براتون اشاره کردم که تیک تاک یگانه پروگرامی است که تمام حریم شخصی شما را بدون از اینکه شما خبر باشین فقط او را دسترسی برش پیدا میکنه و اگر بخواید که محدود بسازین، تصاویرتون براتون مهم است، حریم شخصیتون براتون مهم است، این تنظیمات لطفاً انجام بدین. در قسمت فوتو در بخش تیک تاک رفته فقط بگین نن، فول اکسس اصلا نگوین. اگه این کار بکنین شاید او به نظر ما آدم نرمال نباشه. و بعد از اون شما در بخش لوکیشن سرویسز یک بخش دیگه داره. اینجا هم بعض تنظیماتی است که شما بسیار متوجه باشین. هیچگاه آلویز اینجا انتخاب نکنین. مثلا یک اپلیکیشن ما داخلش میرم، در اینجا ما شما بعضی گزینه‌های داریم، مثلا نور داریم، یا اگر من استفاده میکنم و یا به طور مثال اگر شما آلویز انتخاب بکنین، بسیار متوجه باشین که در هر محلی که شما باشین امو اپلیکیشن شما را ردیابی میکنه، محلتون در دیتا ثبت میکنه، احتمال داره که ایره به شرکت‌های دیگه عرضه بکنه.
بعد از او در بخش سیستم سرویسز بعضی تنظیمات بسیار مهمی است. فقط یک کوشش کنین که یک اسکرین شات بگیرین. ما نمیتونم که تمامش براتون توضیح بدم. اینجا عزیزان گل فقط یک اسکرین شات بگیرین، اینمی تنظیمات رو در آیفون خود انجام بدین. این کار سبب میشه که خوبترین شارژ و همچنان عکسای شما محفوظ می باشه، حریم شخصیتان محفوظ می باشه، معلومات شما در دست رسیده دیگران قرار نمیگیره. بعد از اون ما شما یک بخش داریم به نام سرچ است. مثلا ما شما روزانه در آیفون خود پروگرام های مختلف سرچ میکنیم، عکس های مختلف سرچ میکنیم در خود آیفون. البته یک بخشی که شما را بسیار کمک میکنه، مثلا شما بتونین که خوبتر و بهتر چارچ حفظ بکنین، در بخش امی ستینگ آمده، در بخش سرچ آمده. یک بخش داریم ما شما به نام سرچ. امو چی می باشه؟ اپس. زمانی که مثلا شما اپلیکیشن ها را سرچ میکنین، این در یک شرکت اپل هم کمک میکنه که دیتای شما را ثبت بکنه که شما کدام پروگرام ها را در آیفون خود همیشه سرچ میکنین تا این در دیتابیس ثبت شود. و بعد از او در قسمت بعدی ما شما داریم به نام جنرال، در بخش بک‌گراند اپ رفرش می باشه. این هم بسیار یک تنظیمات خیلی اساسی می باشه که آیفون شما همیشه وقتی که صفحه آیفون شما گل باشه، در تلاش ازی است که اپلیکیشن های شما اپدیت باشه. براتون مسیج میایه، مثلا پیام میایه، یا به طور مثال یگان مثلا نوتیفیکیشن شما تعیین کردین در اپلیکیشن های خود. اگر اپلیکیشن هایی که واقعا شما نیاز و ضرورت دارین، کوشش بکنین که امی بک‌گراند اپ رفرش فعال بانین. اپلیکیشن هایی که اصلا نیازی ندارین، مثلا در یک ماه، 2 ماه، 1 سال شاید وازم نکنین، هیچ ضرور نیست که در اینجا تنظیماتش فعال باشه و امو بک‌گراند اپ رفرش شما فعال بانین و این کار سبب میشه که آیفون شما دیگه روز به روز چارج خود دست میته و هر روز شما مجبور هستین که آیفون خود چارج بکنین. آیفونتون گرم میایه، مثلا شاید از لحاظ سرعت کاری هم یک کمی کندی رو برش ببینین. بعد از یک مدت میگین والا این آیفون بدل بود، آیفون خوبش نبود. اگر شما این تنظیمات انجام بدین، میتونه که شما را بسیار کمک بکنه دوستای گل که خوبترین کارکرد در آیفون خود مشاهده بکنید. تنظیمات بعدی در قسمت میل می باشه. ما شما روزانه شاید با میل سر کار داشته باشیم. یک تنظیمات بسیار خیلی مهمی می باشه که همیشه امی میل شما، پروگرام میل شما با سرور ارتباط میگیره. مثلا شما میلی که ارسال میکنین یا میلی که براتون میایه، ایمیل البته می باشه. در اینجا در بخش امی فچ نیو دیتا آمده، بخش پوش، این رو غیر فعال بکنین. این کار سبب میشه که آیفون شما یا امی اپلیکیشن میل شما همیشه کوشش نمیکنه که با سرور ارتباط بگیره، ولو که شما باز کنین یا نکنین اپلیکیشن، در اصل امو اپدیت میکنه یا سینکرونایزینگ میکنه. این کار سبب میشه که خوبترین چارج در آیفون داشته باشین. در بخش مسیج هم ما یک بخش بسیار خوبی داریم. ما ایره خودم ترجیح میدم که بسیار یک گزینه خوبی است، باید از این استفاده بکنیم. مثلا کسایی که از طریق مسیج عکس روان میکنه، فیلم روان میکنه، پس شما این گزینه را فعال بانین که این کار سبب شده میتونه که بهترین کیفیت عکس شما به یک دوست خود ارسال بکنین. باز هم اصول به دست شما می باشه عزیزان که آیا این تنظیمات واقعا در آیفون خود انجام بدین. اگر سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بدین، پس ما کوشش میکنیم که ویدیوهای بهتر و خوبتر دیگه هم بسازم. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان.